بعد از این مریم با شتاب به شهری که در کوهستان یهودیه واقع بود روانه شد. وقتی که به آنجا رسید، به خانه زکریا در آمده با الیشبع سلام کرد. چون الیشبع سلام مریم را شنید، طفل در بطنش به جنبش آمد. به الیشبع از روح القدس پر شده با آواز بلند خطاب نمود: تو از بین همه زنان دنیا بیشتر برکت یافته ای و آن کودکی که در بطن داری برکت یافته است. من کیستم که مادر خواجه‌ام به دیدنم آمده است؟ نگاه کن، همین که سلامی تو به گوشم رسید، از شادی کودک در بطنم به جنبش آمد. خوشبخت هستی تو که به اجرا شدن گفته های خداوند باور کردی. مریم گفت: جان من خداوند را ستایش می کند و روحم از خدای نجات دهنده‌ام شاد است، چون که خدا به من بر این کنیز ناچیزش نظر کرده است. بعد از این همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا خدای پرقدرت که نامش مقدس است برایم کارهای بزرگی کرده است. او نسل به نسل رحم و شفقت خود را به کسانی نشان می دهد که خدا ترس هستند. او کارهای بزرگ نشان داد و آنهایی را که دلشان مغرور بود به هر سو پریشان ساخت. حاکمان را از تختهایشان به زیر افکند، ولی آدمان خاکسار را سربلند کرد. گرسنگان را از ناز و نعمتهایش سیر نموده، ثروتمندان را با دست خالی راند. به خاطر رحم و شفقتش، همان طوری که به اجدادان ما یعنی به ابراهیم و اولاد او تا ابد وعده داده بود، به بنده خود اسرائیل یاری رساند. مریم قریب 3 ماه در نزد الیشبع ماند و بعد به خانه خود برگشت.